حیوانات هم شریعت و قانون الله را رد نمیکنن، اما حیوانات هم در جنگل خود مطابق قانونی که خلق شده اما خلقت خود در نظر میگیره، لکن این مردم اما قانون نقص میکنن. اگر کسی بگوید من دموکرات هستم و قانون آسمانی را قبول ندارم، کتاب آسمانی را قبول ندارم، قانون الله، شریعت الله کتاب الله هست، کسی بگوید من را قبول ندارم، به عوض از این قانون میخوایم قانون در زمین جور شود، الله متعال این را کافر بیان کرده. و کسایی که میگه ما معیار مطلق نداریم، ما اخلاق قرآن قبول نداریم، اخلاق سنت قبول نداریم، حجاب کی کشیده، ریشه کی کشیده، نظام اسلام کی کشیده، شریعت اسلامی را کی کشیده، دولت اسلامی را کی کشیده، خلافت اسلامی را کی کشیده، اینا کسانی که این گپا را میزنن و رد میکنن شریعت الله را، اینا کافر میشن.